بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خوب بود که ما که واقعا میگم من فراوان استفاده کردم و دوست داشتم که دوستان آقایی کنن و خلاصه ما یه ذره بیشتر گوش کنیم. خب فقط حرف میزنیم. اگر میشد خلاصه سایر بزرگواران آقایی میکردند و نقطه نظرهاشون رو میفرمودن. ما یه ماه داریم سر درد میاریم و براجی میکنیم، هرچی هم خواستیم، هرچی عشقمون کشیده گفتیم. جا داشت که بالاخره این همه اشکال بخشش گفته بشه. بخشش اینقدر زیاده که نمیشه گفت. ماه مبارک رمضان که رو به اتمام هست و این سفره ضیافتی که پهن شده بود و خدای متعال ماه مبارک رمضان رو اینطور تعریف میکنه: شهر رو رمضان الذی انزل فیه القرآن، که قرآن نازل شده و ما هم عرض کردیم وقتی به مهمانی دعوت میشیم و سفره پهن میشه، این به خاطر این هست که اگر فاصله ای به وجود آمده این فاصله از بین بره و صمیمیتی پدید بیاد بین میزبان و مهمان هایی که دعوت شدند. و ما در طول این ماه مبارک عرض کردیم که بالاخره یه برداشت های ضعیفی و ناقصی نسبت به خدای متعال وجود داره که این برداشت ها رو باید درستش کرد، باید کاملش کرد. و این برداشت ها هم عرض کردیم توسط ما ناقص منتقل شده، کسی مقصری جز بالاخره حوزه و طلبه ها و علما وجود نداره، چون اگر آموزه های دینی ناقص منتقل میشه این نقص معلومه از کجا برخواسته. کاملش اونیست که اهل بیت فرمودند، یعنی مراجعه کنیم به مناجات شعبانیه امیرالمومنین، دعای کمیل، همین دعای جوشن کبیری که اینطور که مفاتیح توضیح داده میگه خب این دعا از ناحیه خود خدای متعال برای پیغمبر اکرم فرستاده شده توسط جبرئیل تو شرایطی که پیغمبر اکرم زرهی پوشیده بود، این زره سنگینی میکرد، بعد
حالا اینا مقدمه است، بهانه است برای اینکه چنین دعایی در اختیار امت گذاشته بشه و این کلمات دعای جوشن کبیر که تلاوت کردید و مرتب شما ها تلاوت میکنید، ما محروم که خدای متعال رو این گونه بخوانید. ابی عبدالله سلام علیه ناقل این دعای شریف هست و خودش هم میفرماید که امیرالمومنین به من گفت این دعا رو حفظ کن و تا توصیه شده که مثلا رو کفنتون بنویسید که معلوم هست وقتی هم که داریم میدیم بفهمیم با کدوم خدای طرفی. اون جملاتی که در دعای جوشن آمده که بالاخره شما قرآن رو میخونید، از این قرآن استفاده میکنید که او کیه، چون همطوری که ما تو خودمون تو عرف بشر گفته میشه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، یا المرء مخبوء تحت لسانه، که هر کسی شخصیتش پشت حرفاش پنهان هست. خب خدای متعال حرف زده جان، ما از حرفایی که خدا میزنه بفهمیم او کیه. خب حالا ما میریم سراغ قرآن، بالاخره قرآن چی میفهمیم؟ اهل بیت هم رفتن سراغ قرآن، اونا هم فهمیدن که خدا چی گفته و از این حرفا چی در میاد. اما خدای متعال به پیغمبرش، برای پیغمبرش این دعا رو فرستاده که اگه قرار شد من صدا بزنید اینجوری صدا بزنید. حالا دیگه خودتون دعای جوشن رو لااقل تو این 3 شبی که گذشت و امشبی هم که از اول تا آخرش رو خوندید بالاخره. اما حالا اگر هم کسی به هر دلیلی ممکنه بعضی عبارات عربیش رو متوجه نشه، واقعا یه ترجمه مراجعه میکنه که خب مثلا چی در میاد. من واقعا اینو عرض میکنم همونطوری که بالاخره در طول این ماه مبارک رمضان هم سرتون درد آوردیم، اینو می‌خواستیم بگیم به همه دوستان که اصلا اونطوری که خدا خودشو معرفی کرده، ما اون خدایی که امام سجاد در دعای ابو حمزه میگه انت کما تقول فوق ما نقول، تو همونجوری از یه خودت تو باید خودتو معرفی کنی، بقیه که میخوان تو رو معرفی کنن ناقص معرفی میکنن. ولی یه خدای نامعنوسی در میاد، خدای وحشتناکی، ولی خودت باید خودتو معرفی کنی. و قرآنت هم همه نمیفهمند، چون یه چیزایی رو بعضیا یه الفاظی درش آمده که بعضیا میان جمود بر اون الفاظ میکن. من به ما نمونه میگم، حالا نمیخواستیم حرف بزنیم تو ما بیایم اینجا نفسمون از جای گرم برمی‌خوره. دیگه حالا نمیدونم هم اصلا ما اینجا وقت رو در نظر بگیریم نگیریم، حالا ما یه عذرخواهی جانانه بدهکاریم. خیلی حرف زدیم و واقعا هم شرمنده ایم، نمیدونم چجوری باید عذرخواهی کرد، چون گوال نمیخواد عذرخواهی کنیم، هم تمومش که زودی و پایین میشه عذرخواهی. ولی بالاخره خیلی دوست داشتم، چون اینو شنیدم بعضی بزرگواران فرموده بودن، خانواده هم از قول بعضی خانم ها نقل کردن، مذاکراتی شده بوده گفته بودن بالاخره حالا مطالبی گفته میشه میگن حالا بالاخره یعنی چی؟ یعنی این همه کتابایی که نوشتن در باب جهنم و عذاب قبر و اینو یعنی عالم برزخ و مثلا اینا همش دروغه، مثلا چی میگه ایشون؟ میخواد زیرا به همه اینا رو بزنه. من نه، همه اون بزرگانی که زحمت کشیدن مطالبی رو در آوردن انشالله به تعبیر حاج محمد آقا بالاخره هم معذورن هم معجور، انشالله معجور هم هست علاوه بر اینکه معذور. همون بالاخره ببینید اون بزرگان ما که خدا انشالله سایه‌شون رو مستدام بداره، اونایی که هستن، اونایی هم که از دنیا رفتن انشالله
خدای متعال رحمت واسعش رو شامل حال همشون بکند و بر درجاتشون هم بیفزاید. بالاخره هر مقدارم بزرگی باشن دیگه حرمتشون بالاتر از حق که نیست دیگه. حالا من که نمیتونم به خاطر اینکه مثلا یه واقعیتی وارونه جلوه داده میشه یا مثلا حالا بزرگی مطالبی رو گفته ولی واقعیت نیست دیگه، ما خدا و پیغمبر رو که نمیتونیم فدای بزرگی بزرگ بکنیم. قرآن در مورد جهنمی ها میگه که به جهنمی ها میگن چرا اومدی جهنم؟ میگن خب ما رو علما فرستادن جهنم. آیه‌ش هم بخونیم. میگن که انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیل. این گنده های ما این حرفا رو زدن آخرش شد جهنم. بالاخره اینطوریست دیگه. ما جهنم گفتن بله اصلا مال ما آخونداست دیگه، بقیه اگه میخوان بیان بالاخره باید مجوز از ما بگیرن برن. خب حالا به صرف این که مثلا یک کسی یا بزرگی یه حرف زده یا مثلا گاهی یه حرفایی گفته میشه میگن شما یعنی بهتر میفهمی یا علامه طباطبایی، شما بهتر میفهمی یا مثلا مرحوم مفید مجلسی سید بهرآلام. آقا تو پیدا کردن حق که نباید اینجوری حرف بزن. این که امیرالمومنین سلام الله علیه اون بنده خدا تو داستان جمل آمد پیش ایشون گفت آقا نکنید شما که معلومه کی هست، داماد پیغمبر یا بالاخره پیغمبر اکرم اون همه علیون مع القرآن و القرآن و مع علیون مع الحق و الحق و مع علی. اصلا شما که معلوم مثلا راجع به شما دیگه هر چی لازم بوده قرآن و پیغمبر گفته. ولی ببینید آقا اون طرف مقابلم کم آدمی نیست. همسر پیغمبر طلحه هست، زبیر، بزرگانی هستن. این کسایی که با شما مخالفن اینا رو نباید دست کمی آدمی بزرگی. حضرت فرمود که ببینید ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار الرجال. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. این که مثلا تو بهتر میفهمی یا آقا اینجوری که بخوایم اصلا پس بعد در تحقیق رو ببندید، در فکر رو ببندید، پیشکی فکر دیگه نکن، چون همه حقایق و بزرگان میدونن، بقیه هم که اصلا حالیشون. من به عنوان یه کسی که بالاخره ما خدای متعال این نعمت رو داده و باید ازش استفاده کنیم. یا آقا بالاخره ما به تو یه قوه مدرکه دادیم، تو از ادراکت و احساست باید استفاده صحیح بکنی، باید شکر کنی. شکرش هم به اینه که درست ازش استفاده کنی. اگه احساس کردی یه حادثه‌ای داره رخ میده، یه خطری داره مردم رو تعقیب میکنه، به عنوان یه بچه‌ای که میاد مثلا میبینه یه جا آتیش گرفته میدوه یا بدوید آتیش گرفت، خب برو بگو دیگه. ما به عنوان یه بچه‌ای که رفتیم دیدیم آتیش گرفته، دین داره میگه آقا دین آتیش گرفته، به خدا دین آتیش گرفته، خود خدا آتیش گرفته، پیغمبر اکرم آتیش گرفته، اهل بیت آتیش گرفتن. چرا؟ چون آخه هیچی نمونده براش. اونی که داریم مشاهده میکنیم این یه دینی عرضه شده که وحشتناک، هم ازش فرار میکنن. رفتار ما هم که مزید بر علت، برو برید رفتارمون که نشون میده که چه خبره، که امام صادق سلام علیه فرمود با رفتارتون دین رو معرفی کنید. این که خدای متعال کنار قرآن اهل بیت رو گذاشته برای همین که میگه که اینا حرفایی نیست که فقط بشه گفت. اگر خب ما آدم میفرستیم هر کی مثل ضبط و صوت بیاد بگه، ولی نه، رفتارها گویاست. کسانی رو گذاشتیم کنار قرآن که رفتارهاشون داد میزنه که واقعیت چیه. یعنی اگه بخواد این حرفا پیاده بشه میشه این. من یه وقتی حالا داریم حرف میزنیم، بذارین یه تیکه رو بگیم. یه کسی صحبت شد، گفتم یه چیزی بهت بگم
چون خیلی بعضی سختشون بود یه چیزایی رو بپذیرن تو این وادی که حالا میخوام بگم هنوز نگفتم اصل مطلب ما اینقدر کشش میدین تو بره حیفم میاد خیلی چیزایی نگم لذا میگم. یک کسی آمد گفتش که آقا واقعا حالا چی میشه این آخرش مثلا قیامت. گفتم آقا شما ببینید ابن ملجم امیرالمومنین دلش نیامد که آب دهن به صورتش بندازن، دلش نیامد چند تا چک و لغت بهش بزنن، دلش نیامد حتی گرسنگی بخوره، دلش نیامد این تشنه هم بمونه. اومد یا نیامد؟ همون به اسیر کن مدارا، باش را بیاید بهش محبت شیر براش میبرم. میگفت نه آخه اون خورده اون سیر مبادا گرسنه‌اش باشه. دیدم این دنیاست. خود امیرالمومنین توی دعای کاملش میگه که این دنیاست، یسیر بقاؤه قلیل مدته. و امیرالمومنین قیامت ببینه ابن ملجم رو دارم مثلا 1000 جور بلا سرش میاد هیچ کاری نمیکنه، شما باورت میشه؟ بیا بیخیال. امیرالمومنین میگه بیخیال. فکیف احتمالی لبلاء الاخرة و جلیل وقوع المکاره فیها. همین یعنی چی؟ پس بالاخره یعنی این آیات قرآن دروغ؟ نه آقا به خدا همه اینا درست. ما جهنم درست میکنیم خیلی داغ‌تر از اینی که قرآن میگه. خوب شد خودمون درست میکنیم، ولی امیرالمومنین بیخیال نمیمونه، خدای متعال بیخیال نمیمونه. این که تو دعای کمیلش میکنم ام کیفیت قلقل فی اطباقها و هو ینادی که یا رب. ببین طرف جهنمی رو با اعمال خودش درست کرده، بعد حالا دادش در میاد که عجب غلطی کردم من. بله من خدای متعال میگه که ما که نکردیم، تو خودت کردی، من که گفتم نکن. بچه است رفته دستش زده به بخاری، بعد به مامانش میگه مامان میسوزه، مامان میسوزه. میگه منم میدونم ولی من نمیتونم، الان نمیتونی کاری کرد. ولی خدای متعال میگه من میکنم، من بلدم. فرقش اینه. بله ببین این کارها کردی، این کارها خودته. اما این فکر میکنه که مثلا من خودم میگم بیخیال، نه من نمیتونم بیخیالت بشم. یادم نمیره این جمله ای که یه وقتی یه آقا خیلی دیگه حالش حال میشد میفهمود که خدا خیلی خداست، این خدایی که ما داریم خیلی خدا. بله بالاخره ما یه کارایی کردیم، همه عالم آخرت هم نمایشگاه اعمال ماست. ولی خدا رحمتش کنه شهریار، میگم من نمیدونم که این مرد بالاخره خیلی چیزا بهش نسبت، چون خیلی چیزا بهش نسبت دادن، من مصرم که چون این نسبت‌های ناروا رو بهش دادن تجدید کنم ازش، چون خیلی چیزا بهش بستن به شهریار. که این مثلا همون شبیه اون جمله‌ای که ذبیحی گفتید یه چیزایی هم به ایشون نسبت دادن که این وقتی مست می‌شده، این اما چجوری مست می‌شده نه، وقتی مست می‌شده این شعرها رو گفته. ولی انصافاً دمش کرد. یه شعری داره میگه که در پی مرگ سرایی که تو بنشینی نیست، جز بنایی که عملهای تو در وی بناست. یعنی میریم فقط عملهای خودمون رو مشاهده میکنیم، بناهایی که توسط اعمال ما شکل گرفت. در پی مرگ سرایی که تو بنشینی نیست، جز بنایی که عملهای تو در وی بناست. آن بنایی که آن بنا که از عمل خیر یکی کاخ بلند، وان بنا که از عملی زشت یکی غار بلاست.
میگه اگه میشنوید کاخ است عمل توه، بهشت واست و حور است و قصور است. ببین عمل توه، متعال خدای متعال میگه ما این عملهاتون هم در بداغان هم باشه درستش میکنیم. وقتی انشالله کار درستی باشه، ما من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ما میزونش میکنیم، دوبراش میکنیم. بالاخره تو کار خوبی کردی، محبت کردی، محبت تو سر و سامان بدی، تو بهش اینطوریه. ولی راجع به جهنم ما اصلا دست بهش نمیذاریم، فقط عمل اتباع. اونجا دیگه ما بیایم یه ذره پیاز داغش رو زیاد، نه ما در ارتباط با جهنم پیاز داغ فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی کار خوب بکنه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها. کار زشت بکنی من همون کار زشت تو اونم تو نه همشو و یعفو عن کثیر. ما بعضی از کاراتو تحویلت بدی، خیلی هاشون هم به ندید میگیری، چون عالم بر اساس فضل میچرخه نه عدل. من این رو یه وقت عرض کردم باید تکیه میکنم. خدای متعال بناست با فوق عدلش با ما رفتار کنه، نه با عدل. با عدل رفتار کنن که التماس دعاییم همه. ابی عبدالله میگه عدلک مهلکی. امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه من عدلک مهربی. خود پیغمبر اکرم میگه الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اصلا صحبت عدل رو نکنید. بناست خدای متعال با فوق عدلش که فضلش باشه با ما رفتار کنه، یعنی با شمرش هم با فضل رفتار میکنه. این تو دعای همین امشب دعای جشن یا من فضله عمیم، فضل پروردگار عمومی همه رو شامل میشه. بنا نیست هیچ کسی از فضل خدا بیبره، ولی با اینکه با فضلش رفتار میکنه خب بالاخره یه سری کارهای ما کردیم، یه چیزایی توتوش میمونه که اون جهنم هست. ولی خب این جهنم همطوری پایداره، میگه قرآن گفته. خب تو باید بفهمی، قرآن خیلی چیزا گفته، تو بفهم که قرآن به چی گفته، منظورش چیه. من اینو تکیه دارم روش، میگه صریحه باشه. خیلی چیزا رو آقا مادر یه جاهایی به بچهش صریح میگه برو گم شو، مردشون قیافتو. ولی واقعا میگه مردشو قیافتو ببره، یعنی واقعا مردشو بیاد ببره. دیگه نمیخوام ببینمت، یعنی واقعا دیگه الالعبد. بله خودش گفته خالدین فیها ابدا. پس پیداست ما زبان محاورات رو هم باش آشنا نیست. این چه حرفیه که دست بعضی حتی آقایون ما افتاده از علمای بزرگ، حتی که مثلا این چه چیزایی صریح قرآن باشه، صریح قرآن باشه. صریح قرآنه که تو نمیفهمی، صریح قرآن امیرالمومنین نمیفهمی که میگه بهت نمیاد این حرفا. صاف اومده میگه بهت نمیاد این حرفا. بابا امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه خدا این حرفایی که میزنه به تو نمیاد. ان کرمک یجل عن مجازات المذنبین و ان حلمک یکبر عن مکافات المقصرین. گفت بله من میدونم این حرفا رو تو زدی، ولی یه حرفای دیگه زدی اونا رو معنا میکنه، چون قرآن مثانی، قرآن آیاتش جفت جفته، تک تک نمیشه معنا کرد. یه چیزی گفته یه جا دیگه یه چیز دیگه گفته تکمیلش کرده. تا کتاب طرف رجل میشه عذابهای قبر. خدا رحمتش کنه مرحوم آقا نجفی قوشانی بهشته سیاحت شرق نوشته، سیاحت غرب. چه اصلا یعنی چی آخه؟ ولی امیرالمومنین اینجوری نمیفهم. اصلا ببینید، حالا بگید جالب ترش اینه، میگه خب هر کاری میخوای بکنم، منو جهنم میخوای بری، آبرو تو جهنم ببرم اگه نبود. ببین ان اخذتنی به جرمی اخذت تو که به افرک. بگی که چرا این گناهو کردی، میگم تو که میتونستی ببخشی. بله من اینم، ولی چرا نبخشیدی؟ طلبکار میشم، جانانم طلبکار میشم.
لئن طالبتنی بذنوبی لاطالبنک بکرمک. تو مطالبه میکنی، مؤاخذه میکنی که این کارا چه بود؟ چه خوب، من اینم، من یه عوضیم، من کم دارم، من عاجزم، من بیچارم، من بدبختم. ولی تو چی؟ از تو انتظاراتی میرود. مگه خودت نگفتی که و کان الله عفوا قدیرا؟ بیا الان ما تو ولا یمکن الفرار من حکومت، ما که نمیتونی دریم، تو مشت تویم، حالا میخوای ما رو بزنی؟ خب به چه دردت میخوره ما رو بزنی؟ وقتی دلش خنک میشه، شیطان دلش خنک میشه، پیغمبر ناراحت میشه، وقتی تو پیغمبرتو ناراحت میکنی و همین سادگی. نه اینا بهت نمیاد. بله و قرآنشو امیرالمومنین فهمیده چی که اینا رو تحویل میده. امیرالمومنین میگه منم قرآن خونه، اصلا امیرالمومنین حقیقت قرآن، حق خود قرآن. شما پس نمیگیرید بعضی حرفا رو. این که فرمود اشاراتی دارد، لطایفی دارد، حقایقی دارد، ظواهری هم داره. تعبیر حاج آقا داشتن قدیم راجع به قرآن، همین که امیرالمومنین میگه بحر عمیق لا یفنا عجائبه و لا ینقضی غرائبه. بله قرآن مثل یه اقیانوس. خب اقیانوس که منی هم که هیچ حالی نیست، خب بالاخره یه نگاهی میکنم میگم اصلا هم نگاهش هم که میکنی وحشتناکه. چرا؟ بداره این که اون عظمتش انسانو مرعوب میکنه. بعدم میام مثلا کنار ساحل این اقیانوس، تو همین ساحل کم عمقش یه ذره آببازی میکنیم یا آبتنه‌ای میکنیم، یه 4 تا سنگریزه هم میبینیم. اینه دیگه قرآن یه دریای عمیق گسترده است که نه عجایبش تمام شدن نیست، نه غرایبش و شگفتی‌هاش. منتها اشاراتش، لطائفش، حقایقش، اینا رو کی میفهمه؟ میگه نه اینا دیگه نه گفتنی نه شنیدنی. قرآن میگه که اگر درست باشی لا یمسه الا المطهرون، پاک باشیم از گناه تا تهش رو میفهم. هر چقدر این درجه پاکی بیشتر باشه بیشتر درک میکنیم، میابیم، احساس میکنیم با همه وجودمون که آخر این طهارت اهل بیت طاهر مطهر، مشمول آیه تطهیر و مورد اراده پروردگار نسبت به این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یک تطهیری که خلاصه نمیشه گفت تطهیرا. بله اونا دیگه همه چی خوبه. و اون اهل بیتی که قرآن رو با همه وجودشون گرفتند، اونا دارن اینجوری تعبیر میگه ما که دعای عرفه رو شما ببینید، دعای کمیل هم ببینید، مناجات شعبانیه هم ببینید، دعای ابو حمزه هم ببینید. این هم دعای جوشن کبیر که خدا میگه که بیا پیغمبر این باشه، مال امت صفا کنن باش، هر وقت خواستن ما رو صدا بزنن اینجوری صدا بزنن، ولی من اینم باید دیگه. آقا بزرگان پس چی میگن؟ بزرگان هر چند بزرگی باشن ما نمیتونیم خدا پیغمبر رو فداشون کنیم. خدا سایه همه شون هم مستدا. من خدا و پیغمبر رو نمیتونم فدای بزرگان بکنم، من بزرگان رو فدای خدا و پیغمبر بکنم. حق رو نمیشه فدای بزرگان. ما بریم ببینیم بالاخره اهل بیت در قرآن چی فهمیدن. اهل بیت اینجوری فهمیدن و مصرم هستیم همه جا میگیم. بیشتر از اینا میخوای سرتون در خب بخیر قرآن سر بگیریم. بله یا حالا همین قرآنی که خود ما دوست بداریم بفهمیم حرفاتو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا. ما هیچ تو هم که ولی همه چی هم میخوایی. قیامت هم بگی که خب نیومدی بگیری، میگیم چرا؟ ما شب 27 شاهد داریم، اینا اومدن ما اومدیم گفتیم، ما بدبختیم. تو دستمون نگیری معلومه چی. ولی خدا دوست داریم رو حس کنجکاوی هم باشه، دوست داریم بفهمیم چی گفتی به ما. این قرآن تو به پیغمبرت گفتی که من تو رو فرستادم برای اینکه لتبین لهم ما نزل الیهم، تو بیان کنی که خب چی نازل شده، چون اینو برای ما نازل کردی. دوست داریم حرفاتو اول بفهمیم، درک کنیم، خوش به حالمون باشه، تو این دنیا صفا کنیم، عشق کنیم. خدا ما دل داریم، آخه این همه اولیایت اینجا صفا میکنن، ما که کوفتمون شده. ما اصلا زندگیمون زهر ماره. خدا شاید من گاهی پیما این 7 باری که میگه تو نماز شب به خدا بگی حالا مقام العائد بک من النار، یعنی خدا این چه جهنمیه من برای خودم درست کردم؟ من کوفتمه، من نگران همه چی هستم. خدا ما عشق نمی کنیم توی این عالم در حالی که تو هستی. یعنی اسباب لذت بی نهایت فراهم، من محروم. به خود کسی تو رو داره که نباید قصه‌ای داشته باشه، ولی ما هنوز قصه داریم. چرا؟ چون ما اصلا تو رو نداریم، ما اصلا تو رو درک نمی کنیم، ما تو رو احساس نمی کنیم. خدا میشه یه کاری کنی که ما احساست کنیم؟ این مزه عالم. یه جمله یه وقت فکر کنم گفتم برات، اما امام سجاد میگه الهی ما اطیب طعم حبک و ما اعذب شرب قربک. چقدر خوشمزه ای. چقدر آدم تو رو دوست داشته باشه خوشمزه است، چقدر کیف میده. خدا ما میخوایم و تا کیفمون کوچ نباشه درست عمل نمی کنیم. خدا این بد عملی ما نتیجه همین است که ما قصه داریم، ما کم داریم، ما غمگینیم، با کارامون هم همه رو داریم غمگین میکنیم. ولی خدای خودت یه بساط عیش و نوشی برای ما فراهم کن از راز و نیاز با خودت، که بعد ما فردا رفتارمون با همسرمون، با فرزندانمون، با دوستمون، با همه خوب باشه دیگه. چرا میگیم ما سرکیفی؟ آقا چرا این کارا رو میکنی؟ چرا به همه محبت میکنی؟ خب سرکیفیم دیگه، چون سرکیفی میخوایم به همه محبت کنیم، میخوایم دست همه رو بگیریم. عشقمون چشیده. آدمی که خوش به حال هست به همه خدمت میکنه، هرچند میگن آقا زحمت، میگه نه به خدا زحمت نیم، من فعلا کیفم کوچه. اینگه پاشیم خدا، بعدم هی پا میشیم میام پیش تو، مثلا
زیر سایه قرآنت، فردا میبینیم همون هستیم که هستیم. خب اینجوری که نمیشه که. خب ما میخواییم که عوض بشیم. خب همین دیروز سرور عزیزمون از قول حاج آقا هم میشه که حاج آقا فرمود که من هیچ رو ندیدم عوض بشه. آخه نمیشه که اینطور. خدا ما میخوایم عوض بشه. مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه فرموده بود که بالاخره باید این مبدأ میل عوض بشه. خدا این مبدأ میلمون رو اومدیم عوض کن دیگه. خدا گفتی بخواب، ما داریم میخوام، حالا فعلا زبونان داریم، اصلا تو یه کاری کن که ما قلباً بخوایم. اوناش پیچ و مهرش دست خودته. ببینید امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه و اعنی علی البکاء علی نفسی. خدا اینا کن، بدبختم بیچارم، ولی مشکلم اینه که برای بدبختی خودم گریم نمیگیره. تو یه کاری کن من برای بدبختی خودم گریه کنم، چون این گریه هم دست توی آخری. من این که از خودم بدم نمیاد، این برای این که اصلا هیچی دست من نیست. این که آدم از خودش بدش بیاد و بشینه برای خودش گریه کنه، این هم یه لطفی از ناحیه پروردگار. خدای این لطفو به ما بکن. و اعنی علی البکاء علی نفسی. خدا کمکم کن برای خودم بشینم گریه کنم. افنیتو به تصویف و اعمال عمری. خدا من هم عمرمو اینجوری تلف کردم دیگه. هی گفتم فردا ان شاءالله فردا درست بشم. خب نشد که. هر چی گفتیم از فردا عوض میشیم، باز نمیشه همون آش و همون کاسه، همونی هستم که هستم دیگه. بعد میگم خب به چه درد میخواد؟ خدا کار به جایی رسیده که جوانای ما میگن که خب شما برید پیش خدا که فرقی نکردی، پس این نمازا برای چی خوندی؟ اصلا نماز به چه درد میخوره؟ کم کم مردم دارن رو نماز و رو دعا و به همه چی شک میکنن. میگن اگه نماز و دعا چیز خوبی بود شماها رو عوض میکنه، شما که عوض نشدید. خدا ما نمیدونیم یارو ما چیزی دیگه برای همین است که شنیدیم میگیم دیگه. این قرآن رو بازش میکنیم با شرمندگی. این حرفای خوبی همش هم علامت این است. تو همه این قرآن گفتی دوست داری، با حرفات گفتی دوستتون دارم. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنی و ما یخاف و یرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار. خدا این در این جهنم بی تو زندگی کردن رو بر ما ببند. ما نمیخوایم، بر همه ببند. بعد بریم زیر سایه قرآن. اللهم انی اسألک بحق هذا القرآن و من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بمحمد 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 بمحمد
محمد به محمد به محمد به محمد یه دریا رحمت برای همه به علی 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 ابن ملجم رو نتونست تو اون شرایط دشوار ببینه. به فاطمت 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 به فاطمه. لحظه آخر اسما میگه که برای هممون دعا کرد، با همون بازوی آزردش دستاشو برد به سمت آسمان. رو اسما میگه گفت میخوام تنها باشم توی این لحظات. بعد شروع که خدا رو قسم دادن، بعد گفت ان تغفر و ترحم للعصاة من امت ابی. قیامت هم نشون میده وای میسه میگه که من تنهایی بهش نمیرم. بالحسن 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 چی کشید فقط به خاطر اینکه امت نجات پیدا کنه. دیگه بیایم سراغ خود عبی عبدالله. خودشو کشت تو من و امثال من نجات پیدا کنه. بالحسین 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 بعلي بن الحسين 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 علي بن الحسين علي بن الحسين علي بن الحسين علي بن الحسين بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بموسى بن جعفر
بعلي ابن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بعلي بن محمد. اینا رو فرستادیم چی کشیدن برای که بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 ای سروری که بر سر ما افسری بیا ای دلبری که از کف ما دلبری بیا دلهای شیعیان ز غمت گشته غرق خون ای حجت خدا پسر عسکری بیا شما صاحب ما هست. ما تو زیارت روز جمعه میخونیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. خدا به حضرت میگیم هر کی هدایت شده شما دستشو گرفت. دستمونو بگیر دیگه، شما که هستی حضور داری همه جای عالم، اعماق دل همه رو هم میدونی. دستمونو بگیر. اولا ما یه کاری کن ما بفهمیم فراغ تو یعنی چی، بعدم به وصال تبدیلش. یه کاری کن ما حس کنیم خلأه. بگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خود ما شاکی هستیم چون آخه کسی از عهده بر نمیاد، فقط شما میتونید. جامعه بشری از خلأ ظهور شما رنج میبره، چون همش ادعاست، همش شعاره. مردم تکیهگاه ندارن، به کی تکیه کنن؟ همه تکیهگاه ها غیر مطمئن، شما فقط تکیهگاه مطمئن. کهف حسین و غیاث المضطر المستکین شمایید، شما پناهید و ما هم بی‌پناه. تمام جامعه بشری بی‌پناه. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم
الأعز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وآله يا الله 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 یا الله یا الله یا الله. عرض کردم این دیگه جامع ترین دعاست. میگه بازم فرصت بشه براتون میگم تو این دعا چی خوابیده. همه چی تو این دعا. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقیر. خدا میدونه چقدر انواع و اقسام از همش مهمتر فقر معنوی، فقر روحی، فقر قلبی. اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه. چی میشه؟ هیچ غمی نباشه خدا. اللهم فرج عن كل مكروه. خدا ما از طرف همه داره میگه، چون ما مال خودمون که نیستیم، مال همه. اللهم رد كل غریب، اللهم فك كل اسیر. چقدر آدمای شریف به خاطر ما کشیدن و دارن میکشن. خدا به خاطر ما میکشن. ما زندگیمونو مدیون اینا هست. بیداریمون، هوشیاریمون، معرفتمون مدیون است. اللهم فك كل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.